یکی از شایع‌ترین خطرهای داخل ساختمون آتش سوزی بر اثر جرقه و اتصال کوتاه. سلام، من حامد ایمانی هستم. میخوام توی این ویدیو براتون راجع به استانداردهای کلید و پریز در آشپزخونه و نحوه کابل‌کشی اون صحبت میکنم. خوشحال میشم که این ویدیو رو تا آخر ببینید و با ما همراه باشید. خب قبل از هر چیزی بگم که آشپزخونه جزء چه دسته‌ای از فضاها محسوب میشه. آشپزخونه جزء دسته فضاهای خیس و بسیار پر اهمیت از نظر ایمنی در فضای داخلی خونه محسوب میشه. خب همین نکته یک سری الزامات برای ما واجب میکنه. خب اولین نکته سینک هستش. پر واضحه که هر گونه کلید و پریز بالای سینک ممکنه که باعث اتصال کوتاه و جرقه و خدای نکرده آتش سوزی و برق گرفتگی بشه. خب نکته این است که چه فاصله ای از سینک مناسبه برای قرار دادن کلید و پریز. توی منابع کشورمون ایران 50 سانتی متر رو براش گفتن، اما در منابع اروپایی و به خصوص کشور انگلستان 30 سانتی متر فاصله از سینک برای کلید و پریز مناسب دونسته شده. اما خب من همون 30 سانتی متر رو توصیه میکنم، چون روز به روز خونه ها کوچیک‌تر و آشپزخونه ها هم کوچیک‌تر میشن. باید بتونیم که از کاربری فضای کوچیک استفاده کنیم. پس همون 30 سانتی متر به نظر من اوکی هستش. یه نکته دیگه راجع به سینک این است که سینک فضای خیس محسوب میشه و تا شعاع 3 سانتی متر بدون مانع از اون هر گونه کلید و پریز یا اتصالاتی که استفاده میشه باید حفاظت فیزیکی در مقابل رطوبت داشته باشه. خب حفاظت فیزیکی کلمه‌ایه که یعنی درپوش ضد رطوبت داشته باشن پریزامون، کلیدامون محافظ و ضد رطوبت باشن که در مقابل اتصال کوتاه مقاوم باشن. دومین بخش آشپزخونه گاز هستش. خب میدونیم که بالای گاز هم قرار دادن کلید و پریز کار اشتباهیه و خطرات زیادی داره. فاصله استاندارد برای کلید و پریز از گاز 15 سانتی متر، یعنی از این طرف و اون طرف گاز حداقل 15 سانتی متر کلید و پریز باید فاصله داشته باشن. یه نکته دیگه هم راجع به گاز هست، اینه که ما بالای گازها هود نصب می‌کنیم و معمولا توی برق‌کشیامون بالای گازها از پریز برای هود استفاده می‌کنیم. باید توجه داشته باشید که همون پریز هود هم باید در محدوده 15 سانتی متر فاصله، یعنی اگر دو تا خط ترسیم کنیم باید 15 سانتی متر این طرف گاز نصب بشه، یعنی همون فاصله 15 سانتی متری از گاز به صورت افقی رعایت بشه. اما فاصله‌ای که از روی صفحه گاز تا اون پریز باید باشه حداقل 70 سانتی متر باید بالاتر نصب بشه. 70 سانتی متر به بالا، حالا هر چقدر که بیشتر باشه بهتره، ولی کمتر از 70 سانتی متر مجاز نیستش. نکته دیگه این هستش که اگر که ما از پریز برای بین کابینتیمون استفاده میکنیم باید بدونیم برای اینکه سیم و کابلایی که استفاده میکنیم دچار خم و لهیدگی نشن به مرور زمان و یک خطر بالقوه رو برای برق گرفتگی ایجاد نکنه، الزام داریم که از روی صفحه کانترتاپمون، از روی همون صفحه کابینتمون 15 سانتی متر ارتفاع داشته باشن کلید و پریزایی که نصب میکنیم. بخش بعدی که حائز اهمیته برای دستگاهایی که ما زیر کابینتی نصب میکنیم، مثل ماشین لباسشویی، مثل ماشین ظرفشویی و امثال هم که معمولاً چرخش‌های با دور موتور بالا دارن. خب نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که برای پریزهایی که زیر کابینت استفاده میشه باید حتماً از خط آبی که وجود داره، یعنی چه لوله آب باشه، چه شیر آب باشه، چه لوله آب باشه، چه فاضل آب باشه، حداقل 15 سانتی متر بالاتر باید نصب بشه که اگر یک زمانی نشتی آبی وجود داشت به هیچ وجه امکان نداشته باشه که این کلید و پریز بیشتر که کلید نداریم اونجا، پریز نباید خیس بشه. خب یه استاندارد اروپایی هم برای این داریم که میگه برای این پریزی که میذاریم برای دستگاهی با دور بالا باید حتما سویچ در فاصله نزدیک تعبیه بشه، یعنی اینکه باید در فضای بین کابینتی یک دونه کلید شبیه کلیدای کولری که خوزستانی‌ها استفاده میکنن برای کلیدای کولر پنجره‌ای باید استفاده بشه برای ماشین لباسشویی. خب نکته دیگه‌ای که برای پریزهای زیر کابینتی هست
همونایی که قراره با 15 سانتی متر بالای لوله آب نصب بشه، باید توجه کنیم که 30 سانتی متر به صورت افقی هم فاصله داشته باشه، یعنی علاوه بر فاصله عمودی 15 سانتی متر 30 سانتی متر هم به کنار فاصله داشته باشه افقی. یه بخش دیگه ای از وسایل آشپزخونه هم که هستن، وسایلی هستن که با المنت کار میکنن، المنت محور هستن و المنت و القایی کار میکنن، مصرف برق بالایی دارن. خب نمره کابل های معمولا بالایی براشون استفاده میشه. مبحث ما الان راجع به صحبت کردن راجع به نمره کابل ها نیست، اما یک نکته مهمی که در استانداردهای اروپایی اومده و خالی از لطف نیست که ما هم رعایت کنیم این هستش که باید در فاصله نزدیک حداقل 2 متر، نه اینکه توی جعبه فیوز باشه، در فاصله نزدیک به 2 متر باز هم باید یک کلید سویچی شبیه همین کلیدایی که عرض کردم که توی خوزستان استفاده میشه برای کولر پنجره‌ها، باید براشون استفاده بشه که در صورت آتش سوزی، به خصوص اینکه تو کارم هستن، در صورت آتش سوزی در کوتاه‌ترین فاصله توان قطع کردن برق رو به صورت مستقیم ما داشته باشیم تا از حوادث خدایی نکرده بد و غیر مترقبه جلوگیری بشه. خب یه نکته هم راجع به کابل کشی بگم که کمتر مورد توجه قرار گرفته. این هست که توی آشپزخونه استاندارد اروپایی هست، البته حتما باید کابل کشیامون به صورت عمودی یا افقی انجام بشه و راهی جز این دو نداریم. این به خاطر این هست که ما توی آشپزخونه معمولا دریل کاری داریم، سوراخ کاری داریم، توی فضا تغییرات زیاد داریم و کسی که اونجا کار میکنه، کاربر اون فضا، باید بتونه به راحتی و بدون نقشه مسیر کابل هایی که از اونجا رد شده رو حدس بزنه تا موقع دریل کاری و سوراخ کاری خدای نکرده کابل دچار جراحت نشه و به مرور زمان و یا در لحظه باعث برق گرفتگی نشه. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو با من بودید. خوشحال میشم اگه لایک کنید ویدیو رو و بفرستید برای کسایی که فکر میکنید که این ویدیو به دردشون میخوره.